خیزد لیباسو ششوی گوش که مرا بچم زندگی تونه برای ما ویران نکن. دیگه در همین دنیا فقط شما بچه زایدگی. رجب علی ایبرانی چوی خونه اینجا ها خلا گرید خورید آستا خورید همه همین ناز و نعمت همین میوه های تر و تازه برای شما. میگی در همین دنیا فقط شما بچه زایدگی و دیگران هم بچه دارم. ناز و نازتون فقط بچه تا میکنین. روزی دراز خورده خور میرین از خورده خور رفتن تن توشتون بینن یک پیاله بالای پیاله نمیمونید. با بچه تا میرین ناز و ناز در بچه تا میکنید. رحمت کلی شبیه کنم لیبوس خودش رشته نمیتوانم. السلام علیکم. سازی زنه خوبی؟ ساز اوچه دوست دارم. چی حال داری اوچه جان؟ خوب هستی؟ تینج هستی؟ یشه بچه آمدی مغزن کامدی چی میبینی؟ چی بچه جان؟ هیچی شیشتم بچم رحمت برای همی زنی تو چوی گرمال دا میکنه چوی خنک دا میکنه 5 وقت خدمت ما میکنه. این دختری نغزایی زنی تو برکه و رحمت با پدر و مادرش که همیشه دختری نغزه تربیه کرده. به حد دختری نغزه بچم در همین انتخابی زن خطا نکردی بچم. اوچه جان ما همیشه در خدمتیم. کلین همیشه در خدمت هست. شما فقط استراحت کنیم. شما خدمت رو نکردیم وقتی دم گرفتن استراحت کردن شما نکن خوراکت خوردی؟ اوه شب خدایی هم مردک ای مردک لبای 1 مینوت اینجا بیاین. حاضر اوچه جون شما بشین از من به مالا کارتو نبید. زنک دیگه جونم خیلی بسو را در اینجا پرتوفته این بسوی مداره چی گفته؟ من در این خانه ماشینه لباس شویی هم یعنی که کلین روز در روز لباس شو خوراک پس 1 مینوت پس چای بیار. من نمیفهمم در این خانه من کیستم چیستم چی کارایم. و دلم زد این مادر پیرد میفهمی خسته‌ام کرد ناز و نازش. گوش زنک لباس شوشتن با فکرم که یکون جد کم نمیشود. در همین خانه با غیر لباس شوشتن و غیر خراب کردن یکون چی کار نداری. دیگه میشین که تو مخصوصا برای مادر من خراب نمیپذی. تو برای شکم خودت خراب میپذی. برای من خراب میپذی. یکون جد کم میشود. خیزد لباسوش شوید من لباسشو نیستم. خیزد لیباسو ششوی گوش که مرا دوستان عزیز یک لحظه با دقت خواهران مادران و اپاهای عزیز میرسانیم که شرکت فابریک برای شما شرایط خوبی کاری را فراهم آوردگی که شما میتونید در خانه‌هاتون سیکه کرده توسط یک تلفن موبیلی کار فعالیت خودتون بیزنس خودتون پیش برده زینه به زینه یعنی که معاشای خوبی ماه به ماه به دست بیارین. برای به کار قبول شدن شما در نه دیپلم لازمه نه زبان خارجی را دانستن لازمه نه یعنی که در یگان کارخانه دولتی هم کار کنین یگان مانع نمیشه و میتونین که در شرکت فابریک کار کنین. بعد دانشجو دخترک شما را میتونین به یگان مانع یعنی که کار و فعالیت خودتون در همین شرکت پیش برین. برای به کار قبول شدن یگان کس در پول نمیتین التماس نمیکنین خواهش نمیکنین. فقط برای به کار قبول شدن شما چیکار میکنین؟ رقمای بالای اکران دا اپای گرسوربانو دا اینامی رجب علی ایبرانی سلام علیک در واتساپش می نویسین. واتساپ اول سخنین میکنین در واتساپ یا پجانی ما می نویسین
апай мо ҳамаи нозукиҳои кора нақта ба нақта шуморо мефаҳмона, бе пул шуморо регистратсия мекуна, баъд метавонед ки кору фаъолияти худтона пеш бурда бо мора раҳмат бигӯед. Ногуфта намона ки ширкати Фаберлик сертификати ҳалол дора ва 100% ба дили пир шумо метавонед ки дар ширкати Фаберлик кор кунед. апай гӯрахсоро дар ватсапш ҳатман менависед. айноми мо иншоалло ки ҳамаи нозукиҳоро мефаҳмонад. хезар либосо шашуяк гӯш мара э занаки беақле, ма дар вақташ пеш аёне ки ма ута туй карда будем, маслиҳат карда будем ки модарам бо мо зиндагӣ мекуна. ҳама хел буд. имрӯз мо барои ма қарор мебурори, имрӯз забону дроз булбул вори мехони. او پیش از توی بود. حاضر است. شد؟ نمیخواهم مادرت را. نمیخواهم در یک خانه با زندگی کردن. شد؟ خاموش. یا من یا مادرت. تمام گپ من آخران. رجب علی بچم زندگی تونه برای ما ویران نکن. من میرم این روز اما کلبه ویران نمیرم. شما زندگی خودتون رو ویران نکنید بچه. اوشا جون شما اصلا گپ نگید اوشا. من تا وقتی که هستم، تا وقتی که زنده هستم اوشا جون، شما قطعی ما میمونیم. ما در خدمت شما اوشا. ما خودمون حل میکنیم اوشا. گوش کنید زنه که بیعقل. هی گوسپند، وقتی که تو در حیات درباری من نبودی، وقتی که ما توی شدگی نبودیم، لیکن در تمام حالتهای سختی، در تمام حالتهای پستی، در تمام حالتهای دشواری زندگی درباری ما مادری ما بود. میفهمی؟ و امروز هم تا ای زندگی ناشکری کنی و امروز هم ای زندگی درو بگردانی، برآمده برای با مادری ما درباری ما هستی. مادری ما را ترک نمیکنه. فهمیدی؟ با همین خاطر یک چیز را خاطرت نبرو. ترام آینده مادر میشی، فراموش نکن. مادر بعد پروردگار دومین آفریدگار در روی زمین. میفهمی؟ دومین آفریدگار. بعد تو مرا گفتی که انتخاب کن، یا من یا مادرت. من اصلا مادر من انتخاب نمیکنم. من تو را انتخاب میکنم. من تو را انتخاب میکنم در حیات برای زندگیم خط زدم. رجب علی ایبرانی